کم پس برو. یوسف جان قند پدر تو چی میکنی؟ بازی میکنی در دست پدر؟ یوسف جان دیگه نه بلویت تبدیل کرده پامپرس دایپر افاین کاناداییشو میگه برش زبانای خارجی سیدن چی؟ پامپرس نه یک چیز دیگه میگه پامپرس نمیشتم استش دایپر انگلیسیش میشه از چیز دیگه هم با در سیدنی افغانیش میگه میگن کاغذ نرم ماچ نه میگه یک چیز دیگه هم میگن تو باش تو برو کویت صدقه تو خود انداختی لذت میبری ها بسیار کیف میکنی موشک پدر موشک پدر هستی؟ میگه هستی یوسف جان دیگه امروز خلقای سر گرفته این نام خدا ازش تو صبح بخیر بود ساعتهای 10-11 بجه باز شیرک سر خورد باز استراحت کرد دیگه باز زینادی ساعتهای 1 بجه است دیگه گوش نشده دیگه وقت نان خوردن نکشست او خدا تو بیا نایمه بدوان از این از نزدیک بیدیم چطور اوی مدونه کسی رو شد کن لوله سکو دونه چی اوه بچه یک مقبول یوسف جان ریش ناز کلولاف یه نیده چوب خود انداخته در دست من تایی فقط یک دسته کسی قندو برابر دسته کسی یوسف جان وی سلام میرسانم به تمام دوستا میگه من یوسف هستم و زودی باز من را زیادتر میبینین شما بسیار بچه خوب هستم آرام است بچه کسی که پدر مادر خزیات آزار نمیده گریان نمیکنه حالا چه خوبش نه آره ایخ بچه که ناز است دیگه سلام میگه میرسانم گپای مفت نزن با مامای خودم سلام میرسانم به کاکای خودم به بیبی خودم میگه کسی که من را میشناسه برای کلگی سلام میرسانم اون دستک خودم پایین گرفته با مادر کلگی خود نمیرسه مادر خود نمیرسه نه مادرش پیش هستی به مادر سلام نمیرسانه به بیبی خود سلام میرسانه به مامای خود سلام میرسانه او به زنای مامای خودم سلام میرسانه چطور یوسف جان نمیتونی؟ اونو چون بالا سعی میکنه نه این طرف بالا سعی میکنه نه یوسف جان از یوسف جان قندور هم تو بشتاک شبه ما میده کشی شایده وی یوسف جان گوش نشده یوسف جان خیلی میتون میشونه تجربه قویشت نمیجا یوسف جان پدر وقتم اوی بچک اوی اینم یه لذت دیدن گوزک صدایش نمه اوی که بچه تو قرپرتار بوده اوی بره دیگه که میگه فیلن وقت